سلام به همگی. امیدوارم حال دلتون خوب و عالی و خوش باشه. ایمان غفوری هستم و با شما هستیم در رابطه با آموزش نرم افزار بلندر. خب در واقع قرار نیست من بیام شروع کنم به آموزش دادن این نرم افزار. قرار با هم در مورد موضوع دیگه ای کار کنیم. موضوعی به اسم برنامه‌نویسی. قرار شروع کنیم به یادگیری و آموزش برنامه‌نویسی که قرار تو این محیط نرم افزار ما برنامه‌نویسی پایتون رو یاد بگیریم. یه آموزش مهیج که هم برنامه سه‌بعدی رو در بر خواهد گرفت و هم موضوع برنامه‌نویسی رو. قرار امروز با هم اولین جلسه برنامه‌نویسی با نرم افزار بلندر رو شروع کنیم. بلندر یه نرم افزار سه‌بعدیه که باهاش میتونیم برنامه‌های سه‌بعدی بسازیم. حالا اهم از انیمیشن، محیط‌های گرافیکی بازی یا بازی‌های ویدیویی به قولی و انواع مختلفی از کارهایی که میتونیم باهاش در مورد سه‌بعدی انجام بدیم. علاوه بر این مسائل میتونیم حتی شروع کنیم به کدنویسی درون این نرم افزار. این نرم افزار در واقع یک نرم افزار اوپن سورسه، یعنی منبع آزاده و میتونیم هر کاری که دلمون خواست روش انجام بدیم. بخوایم ابزار ایجاد کنیم، بخوایم حالا پلاگین ایجاد کنیم، بخوایم در واقع کارمون رو گسترش بدیم و هر کاری که توی ذهنمونه میتونیم انجام بدیم. علاوه بر این که در نرم افزار یه سری ابزارها در اختیارمون قرار گرفته، میتونیم از برنامه‌نویسی هم کمک بگیریم. وارد منوی اسکریپت میشم تا شروع کنم به کدنویسی. اینجا من یه محیط برنامه‌نویسی دارم، یه در واقع IDE دارم و اینجا یک محیط سه‌بعدی دارم. حالا اگه بخوام شروع به برنامه‌نویسی کنم، کافی اینجا یه نیو بزنم یا بیام از کنسول در واقع اون چیزی که میخوایم رو اینجا تایپ کنیم. به عنوان مثال اگه من بیام اینجا یه متغیر ایجاد کنم، حالا راجع به متغیر هم صحبت خواهم کرد. مثلا متغیری به اسم A مساوی میذارم با 12 و اینتر رو میزنم و حالا اگر من بیام شروع کنم به پرینت گرفتن پرینت A رو بیام پرینت بگیرم و در نهایت اینتر کنم، برای من 12 رو اینجا تایپ میکنه. میام اینجا و اگه قرار باشه از این در واقع فایل استفاده کنم، کافی اینجا نیو بزنم و یه سند جدید ایجاد کنم، یه فایل جدید ایجاد کنم و شروع به برنامه‌نویسی کنم. خب کافیه من اینجا اون مواردی که میخوایم رو تایپ کنم. مثلا اولین چیزی که بهتون قرار یاد بدم متغیرها، که متغیرها چه کاری قرار انجام بدن. خب اولین چیزی که باید یاد بگیریم اینه که ما ظروفی داریم توی زندگی روزمره که ازشون استفاده میکنیم. این ظروف میتونن کوچیک باشن، بزرگ باشن، بسته به نیازمون میتونیم از این ظروف استفاده کنیم و محتویاتی که میخوایم رو درونشون بریزیم. مثلا میگم هیچ وقت ما از یه ظرف بزرگ برای یک مقدار کوچیک استفاده نمیکنیم، چون فضا و حجم زیادی رو در بر میگیره و این موضوع باعث میشه که ما فضا توی محیط کم بیاریم. برای برنامه‌نویسی هم همینه. ما اگه قرار باشه از یک ظرف بزرگ یا یک متغیر بزرگ استفاده کنیم، خب اتفاقی که میفته اینه که رممون رو اشغال میکنه و این موضوع باعث میشه که کلی از منابعمون به هدر بره و سرعت برنامه بیاد پایین و مشکلات و موضوعاتی از این قبیل داشته باشه. مخصوصا بحث سه‌بعدی خیلی موضوع مهم و پررنگیه، چرا که به حافظه و رم و پردازش زیادی احتیاجه و اگه قرار باشه ما فنی بریم جلو، خب به مشکلات خیلی 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 زیادی برمیخوریم که هر کدوم از این مشکلات میتونه در بردارنده مشکلات بزرگتری باشه. اولین موضوع اینه که بیایم و شروع کنیم به ایجاد متغیری که مورد نیازمونه. ما چندین نوع متغیر داریم. اولین متغیری که قراره بهتون توضیح بدم اینت هستش. اینت متغیریه که میتونیم داده های عددی بهش بدیم، 1 2 3 4 حالا و هر نوع عدد صحیحی میتونیم بهش بدیم، حالا چه منفی باشه عددمون و چه مثبت، و هر دو گزینه رو شامل میشه اینت. پس اعدادی که مثبت و منفی باشن میتونیم برای این در نظر بگیریم. و ما یک گزینه دیگه داریم به اسم فلوت. این متغیر اعداد اعشاری رو میتونیم داشته باشیم توسط این و حالا میتونه اعداد اعشاری منفی باشه، مثبت باشه. خب یه گزینه دیگه داریم تحت عنوان str یا string. این همون مخفف اینتیجره
یعنی داده های عددی. str هم مخفف string برای دادن در واقع استرینگ و داده های رشته‌ای میتونیم هر گونه کاراکتری رو وارد کنیم و بدون محدودیت کاراکترمون رو داشته باشیم اگه بخوایم از کاراکترهای خاص استفاده کنیم. گزینه بعدی در واقع بولینه که با بول نشون داده میشه. بولین 2 تا مقدار میتونه بگیره، یا تروه یا فالسه، و بین این 2 گزینه میتونیم هر کدوم که خواستیم رو انتخاب کنیم. ترو یعنی 1 و فالس یعنی 0 و کاربردهای زیادی میتونه داشته باشه. خب مشخصا چون 2 در واقع حالت میتونه داشته باشه، بولین کمترین منابع در واقع حافظه رو اشغال میکنه. بقیه متغیرها رو هم من طی آموزش بهتون توضیح میدم و قرار نیست که همه رو یه دفعه‌ای با هم بگم. یه جورایی میشه گفت که این متغیرها کاربرداشون جایگاه‌های مختلفی داره که بعداً طی برنامه‌نویسی متوجه این موضوع میشه. خب بریم با هم تمرین رو داشته باشیم. مثلا من میخوام یه متغیر از نوع اینت ایجاد کنم. پایتون، زبان پایتون ما نیازی نیست که متغیر رو مشخص کنیم که این متغیر از چه نوعیه، کافیه یه اسم براش در نظر بگیریم. مثلا من اولش اینجا آی میذارم که آی مخفف همون اینت یا اعداد میشه یا اعداد صحیح به قولی. من اگه اینجا 125 یا هر عدد دیگه بدم اینجا، این عدد وارد در اینجا من یه دونه متغیر ایجاد کردم از نوع اینت بدون اینکه حتی مشخص کنم که این اینت خودش متوجه این موضوع میشه و میفهمه که این از نوع داده اینت و اونو مساوی گذاشتم با 125، یعنی بهش 125 رو نسبت دادم. حالا کافی من گزینه پرینت رو بزنم و آی رو پرینت کنم و حالا میام ران رو میزنم تا برای من پرینت رو نمایش بده. برای اینکه بتونیم پرینت رو مشاهده کنیم باید بیایم کتابخونه رو ایمپورت کنیم. برای ایمپورت کردن یک کتابخونه و استفاده از کتابخونه کافیه کلمه کلیدی ایمپورت و سپس اسم کتابخونه‌ای که قرار ایمپورت کنیم رو یادداشت کنیم که اینجا کتابخونه BPY رو میزنیم. من کافی اینجا دوباره بنویسم bpy.ops.wm و در نهایت واژه کنسول و داش توگل رو یادداشت کنم و در نهایت پرانتزش رو بذارم. حالا اینکه این پرانتزه چه کاری انجام میده، این در واقع گزینه‌ای که اینجا نوشتم، این مواردی که اینجا نوشتم چه کاربردی دارن و چه کاری انجام میدن رو در آینده براتون توضیح خواهم داد و خودتون رو نگران این موضوع نکنید. به محض اینکه من بیام برنامه رو ران بگیرم، اینجا یک کلیدی داریم که وقتی من روی این در واقع مثلثه کلیک کنم ران اسکریپت میشه و اون اسکریپت من یا اون در واقع متن من، اون کد من ران گرفته میشه ازش. کافی من روی ران بزنم و در واقع این کنسول برای من میاد بالا با زدن این گزینه. حالا میتونم شارپش رو بزنم، دیگه نیازی ندارم بهش و اگه دوباره من ران بگیرم خب توی کنسول میزنه برای من. حالا من اینو بیارم این سمت و اینم اینجا هدایتش کنسول کوچیک‌ترش کنم، ران بگیرم اینجا میتونم اون داده‌ای که میخوام رو به نمایش بذارم و متوجه بشم چه چیزی هست. حالا اینکه این کجا هست، کجا قرار گرفته، خب این مسیرشه. C program file blender foundation blender 3.6 و blender.exe. اگه خواستیم میتونیم از این مسیر هم استفاده کنیم به جای اینکه این کد رو بزنیم. بله خب پیشنهاد اینه که با کد این کار انجام بدیم. در حالا اگه من بیام و اینجا دوباره آی بنویسم و بنویسم مثلا 356، به نظرتون چه چیزی رو قرار ما در کنسول مشاهده کنیم؟ خب طبعاً به این شکل خواهد بود که 356 رو برای من پرینت میگیره. دلیلش هم اینه که اینجا با قرار دادن مساوی اون داده جدید به متغیر من انتساب داده میشه
یه بار ران میگیرم و 356 رو برای من میزنه. حالا یک مورد دیگه ای داریم به اسم این که اگه من اینجا به جای آی بنویسم مثلا اس، ما اینجا دو متغیر ایجاد کردیم، یکی به اسم اس و یکی آی و هر دوشون از نوع داده های عددی محسوب میشن یا به قولی اینتجر یا همون اینت. حالا اگه من بیام اینجا بنویسم تی، یعنی یه متغیر جدید ایجاد کنم و اونو مساوی قرار بدم با s به علاوه i، چه اتفاقی میفته؟ میاد t رو مساوی میکنه با 125 رو به علاوه 356. خب کافیه من اینجا به جای i t رو بنویسم و ران بگیرم. اتفاقی که میفته اینه که دو عدد رو یعنی 125 رو به علاوه 356 میکنه و در نهایت برام 481 رو پرینت میگیره. ما گزینه‌های دیگه هم داریم، یعنی 4 عمل اصلی ریاضی مثل ضرب میتونیم از گزینه ستاره استفاده کنیم و اینجا میاد دو عدد رو یعنی این عدد و این عدد رو با هم ضرب میکنه. خب میتونیم حتی به جای اینکه اس و آی بزنیم اینجا مثلا عدد بدیم 10 و تقسیم بر 2 کنیم مثلا. خب در نهایت جوابی که دارین 5 و 10 رو میاد تقسیم بر 2 میکنه. خب اینجا ما به جای اینکه تی رو عدد اینت داشته باشیم، خب متوجه شدیم که اینجا ما فلوت داریم یعنی عدد اعشاری داریم. برای اینکه این عدد تبدیلش کنیم به اینت کافیه چیکار کنیم؟ یه پرانتز بذاریم و حالا 10 رو مثلا تقسیم بر 2، دوباره پرانتز رو میبندیم و نهایتاً اینجا اینت رو مینویسیم و چیکار انجام میده این کدمون؟ میاد که این دو تا عددی که اینجا داریم رو تبدیل میکنه به اینت، یعنی تی ما حالا شد یک متغیر از نوع اینت. خب به جای اینکه 5.0 بزنه فقط 5 خالی زد، پس اینجا 5.0 رو به این شکل داریم که نوشته 5. من اینو پاکش میکنم، دوباره همین اس رو میزنم به علاوه اس رو میزنم. پس ضرب داشتیم، این تقسیم ضرب، منها و جمع. حالا هر کدوم از این 4 عمل اصلی رو میتونیم استفاده کنیم. به قولی میتونیم منها رو بزنیم آی، اگه 125 رو منهای 356 کنیم یه عدد منفی داریم و این همچنان بازم اینته. برای اینکه متوجه بشم متغیر تی من از چه نوعیه، کافیه بیام از کلمه کلیدی تایپ یعنی نوع استفاده کنم. تی رو درون پرانتز میذارم و در نهایت ران میگیرم برنامه رو و اینجا میگه که از نوع اینت و یک کلاس محسوب میشه. خب پس اینجا حالا بهتون میگم که کلاس یعنی چی و فانکشن یا همون توابع رو توی جلسات آینده بهتون میگم. اصلا نگران این موضوعات نباشین و فقط در این حد بدونین که متغیرات چه کاری رو قراره برامون انجام بدن، چون این جلسه کلا مختص متغیره. حالا جلسات بعد نشون میدم که چطوری میتونیم انیمیت بدیم به یک آبجکت، چطوری بتونیم در واقع کارهای گرافیکی انجام بدیم، یه آبجکت ایجاد کنیم یا کرییت آبجکت ایجاد کنیم یا حالا هر گونه کار دیگه‌ای که قراره با هم پیش ببره. شما میتونین پیشنهاد بدین که چه کاری قراره در آینده انجام بدیم و اون کار رو با هم شروع کنیم به انجام دادنش. میریم سراغ مبحث بعدی یعنی استرینگ ها یا رشته ها. اگه من بیام اینجا این دوتا گزینه رو یعنی اس و آی رو یعنی متغیر اس و آی رو تغییر بدم به استرینگ، خب اول من میام یک کدومش رو تغییر میدم به استرینگ. کافیه من از دابل کوتیشن، به این میگن دابل کوتیشن، یا از سینگل کوتیشن، این میشه سینگل کوتیشن، استفاده کنم. الان مشاهده میکنین که رنگ 125 تغییر کرد و اگه من بیام اینجا اس رو بزنم، البته اینو من باید اینجا به جای منها به علاوه بزنم و بیام اینم اینجا کامنت در نظر بگیرم. ببینیم بچه ها اگه بخوایم یک خط رو کامنت در نظر بگیریم، یه در واقع موضوعی که قرار نیست ران یا اجرا گرفته بشه و ما فقط بتونیم ببینیمش، میتونیم از شارپ یا در واقع هش استفاده کنیم یا همون هشتگ خودمون. هشتگ گذاره برای اینه که بخوایم یک کامنتی رو بذاریم، یک در واقع توضیحی رو راجع به اون موضوعی که قرار روش کار کنیم. مثلا اینجا پرینت میتونم بنویسم str، قرار str رو مثلا پرینت بگیره. خب در حال من اینو پاکش میکنم و ران میگیرم.
اینجا چه چیزی رو برای من نمایش داده؟ str. با اینکه اینجا یه داده عددیه ولی str رو برای من تایپ میکنه. دلیلش اینه که اینو وقتی ما درون سینگل کوتیشن یا حالا دابل کوتیشن قرار بدیم برای ما در واقع نوعش رو از نوع str یا استرینگ در نظر میگیره. حالا اگه من اینو از حالت کامنت در بیارم و شروع کنم به ران کردن برنامه بهم یه اخطار میده، یه خطا میده، میگه توی خط 4 شما فقط میتونین str به str رو جمع ببندین و نمیتونین در واقع اینت یا اینتیجر رو به str یا استرینگ جمع ببندین. خب کافیه من بیام اینجا کاری که انجام بدم اینه که 356 رو هم بیام استرینگ کنم. خب به نظرتون من اگه بیام حالا ران بگیرم چه اتفاقی میفته؟ میاد 125 رو به علاوه 356 میکنه. خب مسلما این اشتباه محضه، میاد دوتا عدد رو کنار هم قرار میده. خب بعدا بهتون توضیح میدم که چرا این اتفاق میفته. خب بیایم با همین ران بگیریم از برنامه. اینجا من به جای تایپ باید بنویسم تی. اگه من ران بگیرم اینجا عددم رو میزنه 125 و 356 رو کنار هم قرار داد. حالا اگه به جای 125 مثلا بنویسم مای مثلا ایج، سن من یه 2 نقطه مثلا سی، اگه ران بگیرم اینجا ایج مای ایج 30 زده. پس متوجه شدیم که 2 تا متغیر رو کنار هم قرار میده، یعنی میاد و به هم میچسبونه. در واقع اینجا وقتی بیایم از کلمه کلیدی به علاوه استفاده کنیم یه همچین عملی انجام میده. اما اگه بیام مثلا از کاما استفاده کنم میاد متغیر تی ما رو به عنوان یک متغیر آرایه در نظر میگیره که جلسه بعد راجع به آرایه ها صحبت میکنن. ولی خب همینقدر بدونیم که اینجا ما یه آرایه داریم که 2 خونه داره، یه مای ایج داره و یه دونه سی، عدد سی که اینجا عدد سی مون همچنان استرینگه. میبینیم که درون سینگل کوتیشن قرار گرفتن. دوباره همون به علاوه رو میزنم تا اینجا متوجه موضوع شدید. خب من اینجا میام مثلا به جای مای ایج میزنم مثلا 55. اگه ران بگیرم خب مسلما خطا میده بهم. خب چرا؟ چون آی من از نوع استرینگه. خب میتونم اینجا آی رو تبدیلش کنم به اینت. حالا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته 55 رو به علاوه سی میکنه و 85 رو تایپ میکنه. میتونم جای این که آیم رو آی رو بیام تبدیل به اینت کنم، اس رو تبدیل به str کنم، یعنی استرینگ در نظر بگیرم و حالا میاد عدد 55 رو می‌نویسه و در نهایت 0 رو بعدش. خب میخوام راجع به متغیرهای دیگه هم حالا صحبت داشته باشم. خب من اینا رو پاک میکنم، این به علاوه رو نیازی ندارم، فقط تا اس رو میخوام و اینجا به جای تی می‌نویسم تایپ و نهایتاً اس رو تایپ میکنم. خب اینجا مسلما برای من اینت رو باید بزنه. خب درست، صحیح. و اگه اینجا مثلا عددم به صورت فلوت در نظر بگیرم فلوت بنویسه و اگه مثلا اینجا به جای فلوت مثلا بنویسم true، چه چیزی رو برای من نمایش میده؟ خب مشخصا بول، یعنی مخفف بولیان یا داده های true false رو میگیره. و اگه مثلا عدد من بزرگ باشه، یه عدد خیلی بزرگ رو در نظر بگیرم و ران بگیرم، بازم از نوع فلوت در نظر میگیره. خب عددمون اگه لانگ باشه، بزرگ باشه، اینجا تایپش رو اینت در نظر میگیره و خب در واقع اینت نیست، ولی خب مفهومی از اینت میتونه داشته باشه. لانگ باشه حالا یا داده های بزرگتر و متغیرهای با اسامی متفاوت. ولی خب شما همین چند مورد مهم رو یاد بگیرین، برای این موارد رو خودش به صورت خودکار در نظر میگیره که از چه نوع داده‌ای باشه. خب استرینگ رو با هم تمرین داشتیم. حالا من اینو تبدیلش کنم به استرینگ و تایپ رو برای من str میزنه. خب پس اینجا این داشتیم، فلوت داشتیم، بول داشتیم و str. خب این جلسه تمومه تا همینجا
و جلسه بعد قرار با هم در مورد آرایه ها صحبت کنیم، ماتریکس ها یا همون ماتریکس و اینکه آرایه چیه، انواع آرایه ها رو با هم بحث خواهیم کرد، آرایه دو بعدی و آرایه سه بعدی هم ماتریس ها و حالا آرایه های بزرگتر رو با هم کار میکنیم و مفهوم آرایه رو متوجه میشیم که اصلا آرایه چیه و چه کاربردی میتونه برامون داشته باشه. روز خوبی داشته باشین. امیدوارم که این آموزش براتون مفید واقع شده باشه.